قبل از اینکه بریم سراغ ساخت ریپوزیتوری یوز کیس، بیاید اپلیکیشنمون رو بررسی کنیم ببینیم که از چه بخشایی تشکیل شده. ما میتونیم اپلیکیشنمون رو به 2 بخش تقسیم کنیم. یکیش این بخش بالاست که وضعیت فعلی آب و هوای شهر تهران رو نشون میده و یکیش هم این بخش پایینه که پیشبینی‌های آب و هوایی شهر تهران تا 5 روز آینده رو نشون میده. هر کدوم از این بخش‌ها هم API خودشون رو دارن و ما قراره که این دوتا API رو همزمان ریکوست بزنیم و منتظر رسپانسشون وایسیم و بعد وقتی که رسپانسشون اومد نتیجه رو پاس بدیم به UI. خب به خاطر اینکه با API آشنا بشیم وارد وبسایت openweathermap.org میشم و میرم به قسمت API، یه مقدار اسکرول میکنم پایین. توی قسمت Current and Forecast Weather Data Collection API هایی که هستن رو برای ما آورده. اینجا ما Current Weather Data رو داریم که API هستش که این اطلاعات قسمت بالا رو به ما میده و این پایینتر هم 5 Day 3 Hour Forecast رو داریم که اطلاعات پیشبینی آب و هوایی 5 روز آینده رو به ما میده. ما قراره که از این دوتا API استفاده کنیم. من داکیومنت جفتشون رو باز میکنم تو 2 تا تب جدا. برای API که قرار اطلاعات فعلی آب و هوای شهر تهران رو به ما بده، گفته که در واقع این API رو ما به این صورت باید صدا بزنیم که یه URL به این صورته. در واقع ما این قسمت رو به عنوان بیس URL روی HTTP کلاینتمون ست کردیم و فقط باید از این ودر استفاده کنیم تو کدمون و همینطور لت و لانگ و اپ آیدی رو باید ست بکنیم. لت و لانگ که مشخصن، در واقع ما باید مختصات جغرافیایی شهر تهران رو بذاریم. برای اپ آیدی ما باید یه API کی ست بکنیم که این API کی رو باید از خود این وبسایت openweathermap بگیریم که یکم جلوتر بهتون توضیح میدم. علاوه بر این پارامترها که ما روی کوئری استرینگ میتونیم ست بکنیم، یه پارامتر دیگه هست که اختیاری ست کردنش به اسم یونیتس. ما قراره که این پارامتر یونیتس رو هم روی تمام ریکوستامون ست کنیم و مقدار متریک رو بهش بدیم تا رسپانس هایی که برامون میاد بر مبنای درجه سانتیگراد باشه. بریم یه نگاهی هم به این یکی API بندازیم. همونطور که میبینید این یکی API هم لت و لانگ رو ما باید بهش پاس بدیم و همینطور اپ آیدی رو. ببینید تو قسمت پارامترز به ما گفته که لت و لانگ و اپ آیدی اجباری ارسال کردنشون، اگه ارسال نکنیمشون خطا برگردونده میشه. و اینجا هم یونیتس رو داریم که آپشناله که ما میخوایم مقدار متریک رو براش ست بکنیم. خب بریم ببینیم که API کی رو چجوری میتونیم بگیریم. بعد از اینکه توی وبسایت openweathermap.org ثبت نام کردید، این قسمت سمت بالا روی پروفایلتون کلیک کنید و بعد برید به قسمت My API Keys. توی این صفحه تو قسمت Create Key میتونید یه API کی جدید بسازید. اینجا یه اسم بدید برای API کیتون و بعد Generate رو بزنید. ولی خب من از قبل چون که 2 تا API کی ساخته بودم از یکیشون استفاده میکنم، دیگه یه API کی جدید نمیسازم. بعد از اینکه API کی رو ساختیم، این API کی که به ما میده رو باید با استفاده از کلید اپ آیدی روی کوئری استرینگ تمام ریکوست هامون ست بکنیم. خب یه کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که رو تمام ریکوست ها دونه دونه هر جایی که میخوایم API رو صدا بزنیم این اپ آیدی رو هم ست بکنیم که به نظرم کار خیلی خوبی نیست این کار، چون که اگر تعداد API هامون زیاد بشه همیشه باید حواسمون باشه اپ آیدی رو ست بکنیم. اگر هم یه همتیمی جدید برامون بیاد باید اون نیروی جدیدمون هم خیلی حواسش رو جمع کنه که این اپ آیدی رو فراموش نکنه که روی API کالاش ست بکنه. یه جای بهتر که ما میتونیم در واقع این اپ آیدی رو ست بکنیم روی HTTP کلاینتمونه. در واقع اینجا که HTTP کلاینتمون رو میسازیم تو قسمت دیفالت ریکوست میتونیم پارامترهای کوئری استرینگمون رو ست بکنیم. ببینید توی دیفالت ریکوست ما هر چیزی که بخوایم میتونیم روی ریکوستامون ست بکنیم. یعنی هدر میتونیم ست بکنیم، نمیدونم
کوئری استرینگ، پارامترهای کوئری استرینگ میتونیم ست بکنیم و یا هر چیزی که دلمون میخواد. و وقتی که ما از این HTTP کلاینت برای ریکوست دادن به سرور استفاده میکنیم، اون دیتایی که روی ریکوستمون اینجا ست کردیم روی تمام ریکوست هامون به صورت اتوماتیک ست میشه. خب برای اینکه کوئری استرینگ رو ست بکنم روی ریکوستامون URL می نویسم و بعد اینجا میگم parameters.append که برای پارامتر اول اسم کوئری استرینگی که میخوایم ست بکنیم رو میگیره که میشه app ID و پارامتر دوم هم مقدارش رو میگیره که اینجا باید اون API کی که وبسایت OpenWeatherMap بهمون داده اینجا باید پیست بکنیم. ولی خب از اونجایی که من میخوام این کدا رو بذارم روی ریپوزیتوری پابلیک و اگر API کیم رو اینجا ست بکنم همه میبیننش، باید دنبال یه راهکاری باشم که یه جایی API کی رو ست بکنم و توی کدم ازش استفاده کنم، ولی وقتی که کدم رو پوش میکنم روی ریپوزیتوری پابلیکمون دیگه اون API کی نره بالا، فقط واسه خودم لوکالی روی کامپیوتر خودم باشم. توی پروژه های اندرویدی خیلی راحت ما میتونستیم از بیلد کانفیگ استفاده کنیم برای این کار، ولی خب بیلد کانفیگ یکی از قابلیت های اندرویده و ما نمیتونیم توی لایه شیرمون از بیلد کانفیگ استفاده کنیم و یا اینکه توی پروژه iOS مون. ولی خب یه لایبرری وجود داره به اسم بیلد کانفیگ. ببینید بیلد کانفیگ با کیه، بیلد کانفیگ اندروید با سیه. این لایبرری که الان میخوایم استفاده کنیم بیلد کانفیگ با کیه که این لایبرری بیلد کانفیگ در واقع یه کاری مشابه بیلد کانفیگ اندروید رو برای ما انجام میده. از این نتیجه‌ای که برامون اومد روی این لینک گیت هاب کلیک میکنم تا ریدمی این لایبرری رو بخونیمش. خب همونطور که میبینید بیلد کانفیگ یه لایبرری کاتلین مالتی پلتفرمیه و همونطور که بهتون گفتم یه چیزی مشابه بیلد کانفیگ اندروید رو برای ما توی کاتلین مالتی پلتفرم میسازه. اسمش هم از روی همون بیلد کانفیگ برداشته شده، ولی خب به جای سی از کا استفاده میکنه برای کانفیگ. یه مقداری میام پایین این گرووی DSL رو میبندم و کاتلین DSL رو باز میکنم. اینجا به ما میگه که برای اینکه ما بتونیم از این بیلد کانفیگ استفاده کنیم باید پلاگین بیلد کانفیگ رو به گریدل ماژول شیرمون اضافه بکنیم. خب من این پلاگین رو کپی میکنم، میرم به اندروید استودیو و میرم به versions.taml. تو قسمت پلاگینز یه بیلد کانفیگ میسازم که میگم آیدیش مساویه با اینه و ورژنش هم میگم که مساویه با بیلد کانفیگه که الان میخوام بسازمش. میام تو قسمت ورژنز بیلد کانفیگ رو میسازم، برمیگردم به ریپوزیتوری بیلد کانفیگ و اینجا نسخه آخرش رو میبینم 0.15.1. خب سینک میکنم پروژه‌مو رو تا بتونم از این پلاگین استفاده کنم توی گریدلمون. میرم به گریدل ماژول شیردمون. بعد از اینکه سینک شد پروژه‌مون اینجا می نویسم alias libs.plugins.buildconfig. برمیگردم به ریدمی بیلد کانفیگ ببینم برای اینکه بتونم استفادهش کنم چی کار باید بکنم. خب اینجا به ما گفته که یه از بلاک بیلد کانفیگ باید توی گریدل اون استفاده کنم که حالا چند تا پراپرتی داره. این پایین هم توضیح داده این پراپرتی چی کار میکنه. یکی از مهمترین پراپرتیاش که اجباری هم هست باید ست بکنیم پکیج نیمه که آدرس اون پکیجی که میخوایم در واقع اون کلاس بیلد کانفیگ اون جنریت بشه رو باید بهش بدیم. ببینید بیلد کانفیگ به این صورت کار میکنه. اون مقادیری که ما اینجا تعریف میکنیم رو برامون یک کلاس جنریت میکنه و اون مقادیر رو توی اون کلاس قرار میده و ما میتونیم توی حالا لایه شیرمون، اپ iOSمون یا اپ اندرویدمون ازش استفاده بکنیم.
و اینجا هم object name رو گفته که همونطور که اینجا میبینید گفته که در واقع اسم اون آبجکتی که برامون جنریت میشه رو مشخص میکنیم که به طور پیش‌فرض اسمش build config. اگر دلتون بخواد میتونید این اسم رو تغییر بدید، ولی خب این دوتا پراپرتی آپشنالن، اصلا میتونید استفادهش نکنید. من کپی میکنم build config رو، میرم به اندروید استودیو و به گریدل لایه شیرمون برمیگردم و اینجا پیستش میکنم. این دوتا رو هم پاک میکنم و این رو هم پاک میکنم. سینک میکنم پروژمون رو. خب این قسمت com.example app رو من میخوام بهتره که بگم com.example.weather. دوباره سینک میکنم. خب حالا ما توی دیفالت کانفیگز میتونیم اون در واقع مقادیری که میخوایم توی بیلد کانفیگ اون ست بشه رو وارد بکنیم که توی داکیومنت هم یه مثال برامون زده که باید از فانکشن بیلد کانفیگ فیلد استفاده کنیم، تایپش رو بدیم، اسمش رو بدیم و بعد ولیوش رو بدیم. برای تایپ هم اینجا استرینگ رو زده که توی این قسمت پایین یکم اسکرول کنید پایین، توی قسمت supported types تمام تایپ هایی که ساپورت میکنه برای اون آورده. توی این مثالی که این بالا میبینیم اینجا اومده مقدار این فیلدی که ساخته رو همینجا ست کرده. خب من اگر این کارو کنم API کیمون رو اینجوری بخوام پاس بدم، وقتی که کدم رو پوش میکنم دوباره API کیم قاطی کدای دیگه میاد روی ریپوزیتوریمون. کاری که میخوام بکنم اینه که برگردم به پروژه‌مون، توی فایل local.properties اینجا یه مقدار درست کنم به اسم API key و بگم مساویه با API key هستش که وبسایت OpenWeatherMap بهم داده. و بعد میام توی گریدلمون میگم ول API key از نوع استرینگ مساویه با گریدل local properties. دو تا پارامتر از ما میگیره که برای پارامتر اول میگم root dir و برای پارامتر دوم میگم providers و بعد میگم get property و اسم پراپرتی که توی local.properties تعریف کردیم رو بهش میدیم که من گذاشتم API underline key. و حالا مشابه documentation میتونم بگم که build config field نوعش استرینگ، نیم بهش بدم و مقدارش رو بهش بدم. من کپی میکنم و میام اینجا پیست میکنم. حالا باید استرینگ رو ایمپورت کنیم که توی این لیستی که برامون میاد یه مقدار تعدادش زیاده، ولی خب بگردید دنبال این پکیج com.config feline اگه اشتباه نخونم .buildconfig.compiler.fieldspec.type این رو ایمپورت کنید و اینجا حالا از این استرینگ دیگه از ما خطا نمیگیره وقتی ایمپورت میکنیم. برای نیم اسم در واقع اون فیلدی که میخوایم بسازیم رو میتونیم بدیم که من همین API underline key میدم. ببین لازم نیستش که این اسمی که اینجا میدید با این اسم یکی باشه، شما هرچی دلتون بخواد اینجا میدید و از روی این اسم توی فایل build config براتون یه فیلد در واقع به اون فایل یه فیلد اضافه میشه با همین نام و مقدارش رو مقدار که بهتر اسم این رو بزنیم API key، مقدار API key رو میدم و برمیگردم به ریدمی این لایبرری و اینجا به ما گفته که برای اینکه build config فایل build config جنریت بشه باید دستور generate build config رو صدا بزنیم توی در واقع گریدلمون. این یه تسک گریدله. میام اینجا ترمینال رو باز میکنم و می نویسم که نقطه اسلش gradle w و این دستور رو پیست میکنم. اینتر میزنم
البته قبل از اینکه این تسک گریدل رو اجرا بکنم باید گریدل اون رو سینک بکنم. خب حالا دوباره ترمینال رو باز میکنم و دوباره این دستور generate build config رو صدا میزنم که این بار ساکسس شد. خب حالا میتونیم توی کدامون سرچ کنیم build config رو. ببینید دقیقاً هم نام مقداری که اینجا دادیم برای build config field این اسم و با ولیوی که براش دادیم توی فایل build config که به صورت اتوماتیک برای ما جنریت شده یه فیلد بهش اضافه کرده با همون اسم و همون مقدار. خب حالا میتونیم از این API کی توی نتورکمون استفاده کنیم که من اینجا میگم که build config.api key. بریم سراغ داکیومنت API مون ببینیم پارامترهای دیگر چجوری باید ست بکنیم. یه لت و لانگ هم داریم که من میخوام اینها رو هم روی همون HTTP کلاینتمون ست بکنم که لازم نباشه توی تمام ریکوستام جدا جدا ست بکنم. میام اولین لت رو کپی کنم، برمیگردم به کدمون، به همین صورت میگم لت. من از قبل مقدار لت و لانگ شهر تهران رو در آوردم، لتش میشه این و دوباره برمیگردم به داکیومنت، لان رو کپی میکنم، لان هم میشه این مقدار. پارامتر آخرم که میخوام ست بکنم یونیتس، میگم یونیتس مساویه با متریکه، یعنی مقدارش باید متریک باشه. خب تا اینجای کار HTTP کلاینت ما آماده است دیگه، هیچ کاری لازم نیست روش انجام بدیم. حالا وقتشه که بریم ببینیم این API ها چه رسپانس هایی به ما میدن. خب اول بریم سراغ current weather data که وضعیت فعلی آب و هوای شهر تهران رو بهمون میداد. یه مقدار اسکرول میکنم پایین، توی این قسمت جیسون به ما داره میگه که در واقع اون جیسونی که به ما برمیگردونه به چه صورت هستش. من از قبل مدلایی که لازم هست رو ساختم تا اینکه وقت اون کمتر گرفته شه، ولی در حد یه توضیح کوتاه بهتون بگم. ودر رو توی مدلمون داریم، مین رو داریم و ویند رو هم داریم و نیم رو هم داریم که مدلش هم به این صورته. توی common main تو دایرکتوری ریپوزیتوری اینجا یه DTO ساختم به اسم current weather DTO که name هست، main هست، weather هست و wind هست که هر کدوم حالا main مدل خودش رو داره و weather و wind هم مدل خودشون رو داره که به خاطر اینکه حالا وقتمون گرفته نشه دیگه لزومی نداره بخوام این مدل‌ها با هم بررسی کنیم. میتونید بعداً خودتون پروژه رو از روی گیت هاب بگیرید و در واقع این مدل‌ها رو بررسی کنید. برای API 5 day weather forecast یه رسپانس به این صورت برامون میاد که یه لیست داره که توی اون لیستا حالا اون اطلاعات پیشبینی آب و هوایی وجود داره که مدلی که براش ساختم اسمش forecast DTO و به این صورته. فقط نکته‌ای که هستش برای اینکه از سریالایزبل بخواید استفاده کنید باید پلاگین سریالایزبل رو به گریدل ماژول شیدتون اضافه کنید قبلش که من اینجا اضافهش کردم که این پلاگین رو هم تو قسمت پلاگینز version.taml اون تعریف کردم. اگه هم میخواید این پلاگین رو خودتون پیدا کنید توی گوگل سرچ کنید Kotlin Serialization و توی این نتیجه‌ای که براتون میاد روی این لینک گیت هاب کلیک کنید، یه مقدار اسکرول کنید پایین، اینجا براتون آورده. میتونید همین پلاگین رو کپی کنید اضافه کنید به قسمت پلاگینز فایل گریدل ماژول شرت و پروژه سینک بکنید تا بتونید از سریالایزیشن برای مدل هاتون استفاده کنید. اگر هم با کاتلین سریالایزیشن آشنایی ندارید، کاتلین سریالایزیشن برای در واقع دیسریالایز کردن، سریالایز کردن رسپانس ها و ریکوست ها استفاده میشه. کارش مشابه کاریه که جیسون و جکسون انجام میدن ولی خب مالتی پلتفرمه و به خاطر اینکه ازش استفاده کنیم روی مدل هامون رو در واقع جیسون رو دیسریالایز کنیم به این مدلمون، باید انوتیشن اد سریالایزبل رو بهشون اضافه کنیم به مدل هامون و اگر هم بخوایم اسم یه پراپرتی رو تغییر بدیم
باید از انوتیشن سریال نیم استفاده کنیم که اینجا ببینید به ما یه لیست داره برمیگردونه. اسم این پراپرتی لیسته، ولی من از لیست خوشم نمیاد، به نظرم خانه‌ای نداره، به نظرم خیلی مفهوم نیستش که چی هست. دوست داشتم اسمش فورکست باشه، به خاطر همین از سریال نیم استفاده کردم و اسم پراپرتی جیسونم رو دادم و اینجا اسم خودم رو ست کردم. حالا که با مدلمون آشنا شدیم، وقتشه که ریپوزیتوریمون رو بسازیم. توی دایرکتوری ریپوزیتوری یه اینترفیس میسازم به اسم iWeather repository و برای گرفتن وضعیت فعلی آب و هوای شهر تهران یه فانکشن دارم که ساسپنده و میگم که get current weather که یه ریزالت از نوع current weather DTO برمیگردونه. یه کلاس جدید هم به اسم weather repository میسازم که اینترفیس iWeather repository رو ایمپلمنت میکنه. خب اینجا ما میخوایم که با استفاده از HTTP کلاینتی که تو جلسه قبل ساختیم ریکوست بزنیم با سرور و وضعیت فعلی آب و هوای شهر تهران رو بگیریم. من اینجا موقتا به خاطر اینکه دیپندنسی اینجکشن نداریم یه پراپرتی میسازم به اسم HTTP کلاینت که میگم مساویه با network.http کلاینت. توی جلسه بعدی که دیپندنسی اینجکشن رو اضافه کردیم این HTTP کلاینت رو اینجکت میکنیم به این کلاس weather ریپوزیتوری، ولی فعلا چون که اینجکشن نداریم، دیپندنسی اینجکشن نداریم، به این صورت موقتا میسازیم. ما الان میتونیم از این نمونه HTTP کلاینت توی فانکشن get current weatherمون استفاده بکنیم و با سرور ارتباط برقرار کنیم. اینجا می‌نویسم HTTP کلاینت دات. ببینید HTTP کلاینت یه سری فانکشن داره، مثلا get که برای روش‌های مختلف ارتباط برقرار کردن با سرور. مثلا اگر بخوایم با متد get با سرور ارتباط برقرار کنیم باید از فانکشن get استفاده کنیم که خود فانکشن get نوع‌های مختلف داره که یکی از این نوع‌ها یه URL استرینگ میگیره که ما می‌خوایم از این نوع استفاده کنیم و به عنوان پارامتر URL استرینگش مقدار weather رو میدیم که توی API که توی داکیومنت API اینجا به ما گفته که از weather استفاده کنیم. چرا این قسمت رو نذاشتیم؟ چون که به عنوان بیس URL روی HTTP کلاینتمون ست کردیم. در واقع الان این فانکشن get به این آدرس ریکوست میزنه. ببینید آدرسش میشه این. چون که ما این آدرس رو به عنوان بیس URL رو روی HTTP کلاینت ست کرده بودیم از قبل، دیگه لازم نیست که بنویسیمش. یه بلاک هم میتونیم به فانکشن get پاس بدیم که برای این ریکوستمون پارامتر کوئری استرینگ ست بکنیم یا هدر ست بکنیم یا هر چیزی که میخوایم. در واقع پارامترها و هدرهایی که ست میکنیم فقط روی این ریکوستی که اینجا داره زده میشه ست میشه و ست کردنش هم مشابه همین کاریه که اینجا انجام دادیم. اگر بخوایم پارامتر کوئری استرینگ ست بکنیم میتونیم اینجا بنویسیم URL و parameters.append name و valueش رو بدیم. علاوه بر متد get متدای دیگه هم داره HTTP کلاینت مثل put یا نمیدونم post یا delete یا patch. شما بسته به نیازتون یکی از این فانکشن ها باید استفاده کنید و از اونجایی که API ما با استفاده از get باید باش ارتباط برقرار کنیم من از get استفاده میکنم و این قسمت رو نمیخوام. حالا به خاطر اینکه بتونیم اون رسپانسی که برگردونده شده رو بگیریم باید از فانکشن بادی استفاده کنیم که به صورت جنریک هست و باید بهش اون تایپی که میخوایم جیسونمون رو، در واقع نوع مدلی که میخوایم جیسونمون رو بهش تبدیل کنه رو بهش بدیم.
که اینجا current weather DTO میشه و نتیجهش رو من میتونم بریزم توی یه متغیر به اسم response. این کدی که ما الان نوشتیم اگر به هر دلیلی API خطا به ما برگردونه، منظورم اینه که نتیجه‌ای که به ما برمیگردونه استاتوس کدش روی رنج 200 نباشه، اکسپشن برمیگردونه این HTTP کلاینت به ما و اپلیکیشن اون کرش میکنه. چرا اکسپشن برمیگردونه؟ به خاطر این تنظیمی که اینجا تو جلسه قبل روی HTTP کلاینت انجام دادیم و همونطور که میدونید میتونیم این API کالمون رو توی یه ترای کش بذاریم و به این صورت دیگه کرش نکنه پروژمون. من این تودو رو پاک میکنم، میخوام این ترای کش رو ریترن کنم و اینجا توی قسمت کش میگم که result.failure و ای رو بهش پاس میدم و تو قسمت ترای هم اگر همه چی اوکی باشه میخوام result.success رو که response توش هست رو برگردونم. بریم یه فانکشن دیگه بسازیم به اسم get forecast تا لیست پیشبینی آب و هوایی 5 روز آینده رو بگیریم. suspend fun get forecast که یه ریزالت برمیگردونه از نوع forecast DTO، برمیگردم به weather repository، ایمپلمنت میکنم این فانکشن جدیدمون رو و مشابه این بالا یه ریترن می نویسم، ترای کش میذارم برای کشش، میگم که result failure رو برگردونه و اینجا میگم که val response مساویه با HTTP client دات، متدی که باید استفاده کنم اینجا هم get برای URL استرینگش باید از forecast استفاده کنم. forecast رو بهش پاس میدم و میگم body forecast DTO و بعد میگم result.success response. تا اینجای کار ریپوزیتوری ما آماده است. وقتشه که یوز کیسمون رو بسازیم. توی دایرکتوری weather یه دایرکتوری جدید میسازم به اسم use case و توش یه کلاس جدید میسازم به اسم get weather forecasts use case. این کلاس ما قراره که از weather repository استفاده کنه و موقتا بازم چون که dependency injection نداریم اینجا من یه property اضافه میکنم به اسم و میگم مساویه با weather repository و اینجا یه فانکشن تعریف میکنم، میگم suspend operator fun، اسمش رو میذارم invoke و توی فانکشن invoke میخوایم همزمان هم get current weather رو صدا بزنیم و هم get forecast رو. وقتی که نتیجهشون اومد نتیجه برگردونیم به UI اون. خب من میگم که این فانکشن invoke اون یه دیسپچر از نوع coroutine دیسپچر میگیره که مقدار پیش‌فرضش dispatchers.io و اینجا یه coroutine اسکوپ میسازم با استفاده از فانکشن with context. اون دیسپچرمون رو تغییر میدم، تردمون رو تغییر میدم که بره روی دیسپچر IO و اینجا میخوام که با استفاده از async این دوتا فانکشن get current weather و get forecast رو همزمان صدا بزنم. می نویسم که current weather async مساویه با async repository dot get current weather و این پایین هم می نویسم forecast async مساویه با async repository dot get forecasts. خب یه کاری که اینجا من باید انجام بدم اینه که بگم که
نوع دیتایی که این اینوک میخواد برگردونه ریزالت از نوع پیر که خود پیر برای مقدار اولش current weather DTO میگیره و برای مقدار دومش forecast DTO. حالا اینجا باید این ریزالت رو بسازیم و برگردونیم و اینجا من ریزالت رو میسازم، میگم result.success، میگم که یه پیری داریم که مقدار اولش میشه current weather async.await.get or throw. توی این حالت اگر خطا بخوره اکسپشن برمیگردونه که الان باید کدمون رو توی تراکش قرار بدیم و اینجا میگم forecast async.await.get or throw و اینجا چون که به خطا نخوریم وقتی که به اکسپشن خوردیم اپمون کرش نکنه من کدمون رو میذارم توی تراکش. میگم result.failure e و کوروتین اسکوپ رو ریترن میکنم. خب تا اینجای کار هم ریپوزیتوریمون آماده است هم یوز کیسمون. وقتشه که بریم از این یوز کیسمون توی اپلیکیشن اندرویدمون استفاده کنیم ببینیم همه چی درست کار میکنه یا نه. فقط نکته‌ای که هستش توی این چند جلسه ما کاری به اپلیکیشن iOS مون نداریم، چون که اگه بخوایم این یوز کیسمون رو توی اپلیکیشن iOS مون استفاده کنیم باید یه مقدار کد بیشتر بنویسیم سمت iOS و این کوروتین ها رو سمت iOS هم هندل بکنیم. فعلا چون که حجم دیتایی که میخوایم یاد بگیریم خیلی زیاد نشه، خیلی مباحث پراکنده رو همزمان نخواهید یاد بگیرید، تمرکزمون رو میذاریم بیشتر روی لایه شیر و وقتی که میخوایم اپمون رو تست بکنیم میریم روی اپلیکیشن اندرویدمون تست میکنیم و بعد از اینکه کار تستمون تموم شد اپلیکیشن اندرویدمون رو تکمیل میکنیم و آخر سر میریم سراغ اپلیکیشن iOS مون. فکر میکنم اینجوری مطالبی که یاد میگیرید خیلی مرتب‌تر میشن و باعث آشفتگی ذهنتون نمیشه. خب من میرم به اندروید اپ. اولین کاری که باید بکنیم اینه که پرمیژن اینترنت رو اضافه کنیم به اندروید منیفستمون. حالا میرم به مین اکتیویتی و اینجا میگم که لانچ افکت برای کیش یه مقدار ثابت میدم، مثلا ترو میدم و اینجا میخوام که یه نمونه از get weather forecast use case بسازم و اینوکش کنم، صداش کنم و بعد می نویسم fold توی on success. اگر نتیجه response اون success باشه on success صدا زده میشه، اگر هم خطا بخوره on failure صدا زده میشه. داخل on success میخوام بگم که napier.d اون رسپانسی که برامون اومده، اون پیری که از یوز کیس برامون میاد رو میخوام چاپ بکنم توی کنسول که میگم تگش میشه API call response و اینجا هم برای خطا هم همینطور میگم napier.d و میگم که eat exception رو تبدیل میکنم به string و برای تگش هم همین تگ رو ست میکنم. خب حالا میتونیم اپلیکیشن اندرویدمون رو اجرا کنیم ببینیم که همه چی درست کار میکنه یا نه. بعد از اینکه اپلیکیشن اندرویدمون اجرا شد لاگکت رو باز میکنم و دنبال API کال میگردم. بله همه چی داره درست کار میکنه و رسپانس اون توی کنسول داره چاپ میشه. توی ویدیو بعدی یه لول دیگه میریم جلوتر و ویو مدل ها رو میاریم تو پروژمون.